دیابت نوع 1 وضعیتی که در اون به دلیل نوعی واکنش خودایمنی پانکراس قادر به تولید انسولین نیست و یا تولید اون بسیار ناچیزه. انسولین ماده‌ایه که بدن ما احتیاج داره تا بتونه سطح قند خون رو در حالت نرمال نگه داره. کربوهیدرات ها موادی هستن که بدن ما برای تولید انرژی استفاده میکنه. بعد از اینکه غذاهایی میخوریم که کربوهیدرات دارن، اونا در نهایت به روده کوچک میرن. در روده کوچک غذا به مولکول‌های تک‌قندی تجزیه میشه به نام گلوکوز. سلول‌های روده کوچک قندها رو جذب میکنن و به جریان خون شما منتقل میشن. وقتی خون به پانکراس میرسه، اون به مقدار بالای قند در خون شما حمله میکنه و به طور نرمال پانکراس انسولین رو وارد جریان خون میکنه. انسولین مقدار بالای قند در خون شما رو کاهش میده تا به سطح نرمال برسه. اما انسولین چطور این کار رو انجام میده؟ همونطور که خون در تمام بدن حرکت میکنه، انسولین و قند از جریان خون خارج و به بافت‌ها میرن تا به سلول‌ها برسن. بیشتر سلول‌ها روی سطح خود ساختاری دارن به نام گیرنده‌های انسولین. وقتی که انسولین جاری میشه، به گیرنده متصل میشه. جالب این که انسولین شبیه یک کلید در قفل عمل میکنه برای باز کردن سلول. پس قند میتونه بره داخل. حالا سلول شما میتونه قند رو استفاده کنه برای تولید انرژی که لازم داره تا بتونه به درستی کار کنه. پس سطح قند خون شما برمیگرده به محدوده طبیعی و نرمال. اگر شما دیابت نوع 1 دارین، پانکراس شما توانایی ساختن مقدار لازم یا حتی هیچ انسولینی رو نداره. این میتونه نتایجی چون سطح قند خون بالا یا عوارض دیگری در پی داشته باشه. در دیابت نوع 1 سیستم ایمنی به اشتباه به سلول‌های پانکراس حمله میکنه. در نتیجه پانکراس مقدار خیلی کم یا هیچ انسولینی تولید نمیکنه. بدون انسولین قند نمیتونه داخل سلول هاتون بره و بدون قند سلول های شما انرژی ندارن. و در نهایت از اونجایی که این قندها خارج از سلول های شما قرار میگیرن، سطح بالایی از قند در جریان خون ایجاد میشه که به این وضعیت هایپرگلایسمیا گفته میشه که میتونه منجر به عوارض جدی بشه. آزمایشگاه دکتر ریاضی، همواره در کنارتان هستیم.